عظما سلام، وزیر سمت اومده. چی اومده؟ از کدوم سمت اومده؟ سمت چیه؟ بابا سات میم ته، یعنی صنعت، معدن، تجارت. چه غلط ها. وزیر سمت به درد ما نمیخوره. صنعت رو که زدیم داغون کردیم، معدنا رو هم که چاپیدیم، تجارت هم که با تحریما درش تخته است. به جای سمت بگو وزیر سام بیاد. وزیر سام دیگه کدومه؟ سپاه، موشکی، اتمی. ولش کن، شوخی کردم. بگو همون یابو بیاد ببینم چی کار داره. حضرت عظما سلام. شما از یه طرف میگی ورود کالاهای خارجی ممنوعه، از اون طرف میگی از کیفیت خودروی داخلی هم ناراضی. خب آخه ما چه غلطی بکنیم پس؟ شما همون غلطی رو بکنید که توی سالا کردید. قیمت رو ببرید بالاتر. طیب الله، من الان از کیفیت پوشک سازی ناراضیم. پوشک یا موشک؟ پوشک بابا، به درد نمیخورن این پوشک ها، کارایی ندارن. عظما پوشک ها سالمن، مشکل از پوشک ها نیست، مشکل از خبرای اغتشاشاته که شما رو به این روز انداخته. هر شب از یه جایی خبر اغتشاش میرسه. شما که سهله، اگه خود امام هم بود به نشتی میافتاد. زهر مار، اگه این خبر جایی درد کنه جفتتون رو میدم قربونی کنن جای گوشت نظری بفرستن سوریه. برید رد کارتون.